آقای شامت با چه تعداد شما پرسنل و یک کادر دارین در اینجا با شما کار میکنن و یا مامورین شما با چه تعداد هستند؟ 6850 نفر ما کلا تشکیل ما هست. 6850 نفر تازه استخدام شدن و یا از نه حکومت از پیشین هم قبل کسانی بوده، بودن؟ کلا از قبل. این گونه یک برآورد دارین که به چه تعداد را شما تازه استخدام کردین؟ گفتم در تازه استخدام کلا شاید 150 نفر بیشتر نشه. 150 نفر و روند برکناری و تغییر تبدیلی وجود داره و امکان داره این 6000 نفر کم و زیاد بشن. نه کل تشکیل ما گفتم 6850 نفر ما تشکیل داریم که سقف تشکیل ما بیشتر از این نمیشه فعلا. بیایی که باید منظوری بگیریم که در سال آینده اگر ما نیاز به ازدیاد تشکیل داشته باشیم از رئیس الوزراء باید اجازه بگیریم. خیلی خوب. بدون شک شما یک نوع استراتژی دارین جناب شامت صاحب در اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی. استراتژی این اداره برای افغانستان چه است؟ استراتژی از این است که یک تعلیم و تربیه‌ای که ما در اینجا داریم در بخش منابع بشری باید عام باشه. گروه‌های هدف ما زیادتر باشه و طبق نیاز بازار کار ما قدم برداریم و بتانیم بازار کار بی‌نیاز از افراد ماهر و متخصصی که فعلا از بیرون از کشور ما میاد و داخل کارخانه‌ها و فابریک‌های صنعتی ما کار میکنه جایگزینا بشه. یکی این هدف اصلی ما است و چنان شما میدانیم یک چیزی که مختص و مکلفیت اداره است بخش تعلیمات خاص است در بخش ناشنوایان و نابینایان که تنها مرکز و نهاد آموزشی اداره تعلیمات تکنیک است و برای آنها هم پروگرام‌ها و استراتژی داریم که البته امسال الحمدلله ما توانستیم حتی برای ناشنوایان بخش ترانسپورتر که در گذشته وجود نداشت امسال مهیا بشه. خیلی خوب. اگر واضح‌تر بخواین صحبت بکنین در مراکز مختلف اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی بیشتر کدام رشته‌ها تدریس میشه؟ رشته‌هایی که فعلا اونجا اقتصاد و مدیریت بیشتر از دیگران تدریس میشه. زراعت زیاد هست. منیجمنت زیاد هست. اینا تقریبا بخش زراعت ما الحمدلله بسیار فعاله. بخش تکنیک ما در بخش ساختمان ما زیاد شاگرد داریم. در بخش ساختمانی داریم، در بخش تکنیک داریم، در بخش برق داریم، در بخش زیاد داریم. اما اینا بیشتر از دیگران هست.